سلام، خسته نباشی. سلام. من ماساژور خیابونی هستم. ماساژتون بدم میره، هیچ مشکلی هم براتون پیش نمیاد. الان من چیکار کنم؟ شما میتونید بلند شید، دستاتون رو باز کنید. مثلا اینجا وایسی، من پاهاتون هم اگه میشه یکم ارزشون رو باز کنید. چیکار کنیم؟ در بود پشت ماساژ. الان خوبه؟ آره خوبه. پشت اگه ماساژ بدی خیلی بهتره ترجیحاً. شاید جلو گرفتگی داشته. نه نمیخواد. گرفتگی یاد داره. یا ابوالفضل اینو میدم. ماساژ نمیخواد. نه من گوه خوردم ماساژ که نیستم دیگه. این قسمت درد داری؟ نه. الان اوکیه؟ نه. ای چیکار می‌کنی؟ ماساژ نمی‌خوای مگه؟ بابا من